بانوکو واجهان وشت که گپوتران ششمی بارا مرچیما بلوچستان نقض حقوق بشر باره و بلوچ بانوکانی نقش و جایگاه جامعه بلوچستان باره گپ جنین گندو عزیز مهمانا واجه عبدالرؤوف ملازی چه سوئد گما امرای و بانوک مهرنوش شعبازی چه آلمان گما امرای واجه ملازی وشت که برنامه و بانوک مهرنوش شما منچو پیسر چهار چیز واجه ملازی شما وشت که من گندو کو توارش کنو که بکنه مهربانی شما ما هم شما را درود و درهبات سلام پیش کنم مهمان عزیزی و هنچو شگندوکانا یه پروگرام برنامه من سلام پیش کنم زندگ باته بانوک مهرنوش شما هم توانه ابر بکنید سلام به مجد بینندگان عزیز همچنین شما و آقای ملازمی که مرسی که ما هستم زندگ باته ما پیسر چه هر چیزی هم بلوچ جنینانی سازمانی که به تازگی اعلام موجودیت کته ایشی جور بگا بانوک مهرنوش شما را و بلوچستان سجیم بانوکان تبریک گوشیم سازمانی به نام صدای زنان بلوچ و بانوک مهرنوش شما ما واسه توضیح بده که یه سازمان چی لوتی هدف چی برنامه چی و به هر حال شما چند نفره و کیا جور کته برنامه حقیقت شما به خاطر جور کردن که بلوچ جنزک واقعا سکتی بازگن خیلی مشکلات دارن و به نظر تا زمانی که میجن اعتراض نکنن هیچ مشکلی حل ند و برنامه گشتر به علت جور کردن که ناحقی که نسبت به جنین زرگن بی خیلی مشکلات دیگه پامان پیشه کرد مثل ازدواج اجباری، کودک همسری، نظر محرومیت از تحصیل و نظر خیلی مشکلاتی که دیگه دارن تصمیم گرفتن اما سازمان راه پرنن که به همکاری از خیلی دوستان عزیز مثل آقای ناصر بولیده‌ای، آقای محمد کسخدایی و مریم خانزایی و حمیده و فضیل رئیسی و اموت و خیلی دیگه هم هستن آقای رحیم بندوی اشتن مت به همکاری اشتن اما سازمان تشکیل دادن و امید به که توانن جنین زگن که بلوچن مستنسانن کمک کنن و برنامه باز دارن به سازمانه یکی مثلا توسعه لحاظ فرهنگی و سنت مردسالاری و خیلی فرهنگ های اشتباه برکنار کنن و توانن یک فرهنگ درست جایگزین کنن زندگ باته شما باشی موضوعات اشاره که مشکلاتی که بلوچ جنین هستم و یه موضوعی واسه شما وقتی فعالیت برای شروع کردن واژه یعنی هم که شما نام گفتن چه اکثرا چه حزب مردم بلوچستان سنگتام بیتگم بعد واژه ملازمی گم امرای که به هر حال حقوق بشری مسائل مخصوصا مسائل باریا بازی سالیه که تلاش و کوشش کتگ و ما گم شما را مرچی این موضوع پاک موضوعی که شما اشاره کردن ایشان باریا بحث کنیم و پیسر چه ایشان که ما بحثا ببرین آدگه مسائل نقض حقوق بشر نمیگه به هر حال نقض حقوق زنان هم یک چه موارد نقض حقوق بشری ما نقض حقوق زنان شروع کنیم واجه ملازمی شما هم در مورد کودک همسریه که جامعه بلوچستان تو که هستیم ازدواج اجباری و یا مثلا چند همسری باره گپ بجنه آیا مثلا این مسئله مشکلات تنش ایران حکومت نمیگیم یا اشی که به هر حال لاتی مسائل مشکلاتی هستن که سنتی ان چه قدیم مثلا این مشکلات هم جنین به هر حال همیشه دست پنجه نرم کنه گاند بعد اشی که افراطگرایی یا بنیادگرایی مذهبی چی چه تاثیر بیته این مسائلان سرا شما یه باره اپ ما را گپ بجنه بله یه باره من گوشت کنم که جنین می بلوچ جنینانا تاریخی لحاظا مزنی نقشی بلوچ زند ماحول تها بوتگ تحنوگا بله ما گندین که یه 43 سالان جمهوری اسلامی حکومت چیرا یه حقوق بلوچانی جنینانی باز پادمالی بوتگ و پشتا دورده یک بوته
هنچوش پا وانگ پیدا آیا وتی وانگ هنتوانا رنچ راهنمایی و دبیرستان باز بوانند. ای هم حکومت ادا میار بارند که امکانات ندند و قانونانی باید ارد بکند که قانونانی تها جنین آدمانی و خاص کار بلو جنین آدمانی حق او دا پر روشنی و شرری سرا دیگ ببید. بله ما اگر ایران قانون اساسی بچارین او دا هیچ پیمی حقی بازیم پا ایران جنینانی واسطه یا بلو جنینانی واسطه گندگ نبوده. ای ما گوشت کنیم که ادا حکومت چبونو بیها میاری گند که حقوق جنینانی جاه نیاری و می ملکانی تها گیشتر گندگ بید که وانگو در برگ بلو جنینانی باز مشکلن یا آیان مدرسه پر راحتی وتی حنکینا وتی ملکا نرسید مجبورن دیگه شهری و دیگه ملکی بروند و یک کار جنین چوکان و آیانی پتوماتان یا کم که مشکلن که وتی چوکان بلند هر روز تا دیگه ملکیا بروند دبیرستان و دانشگاهی برسند و همه پیم قانونانی تها گندگ نبوده چو که نباید چند همسری ببید و نباید هردین جنی چوکان سیر و سانگ ده یک ببند. ای هم منح کنگ نبوده، ای هم دستا پچکند هم ایران ملکه و هم بلوچستانی ملکه و همشی که می دو داب بلوچانی هم بی میارباری نهند ما هم میاری گین پرچه که هنو دنیا دیمار رو گیند و می بلوچ جنین چوک باز پشتا کپتگند و باید اگر لوٹین که یک توسعه داری ملکی ببید بلوچستان دیم روی بکند تو گوڑا بایدند که آماتانی که چوکانا تربیت کنند آماتوات چوانگ و زانگ و دربرگ صاحب و هند ببید و هنچوش گو مردینان بتواند کار بکند و آبادی بکند و تی ملک تها آبادی تها نقش ببید و تی چوکانی بهتری و دیمروی و تربیت نقش ببید. اگر ای جنین چوک و ای مات واننده و زاننده ببید گوره حتما آیه چوک هم زبر دریایند و می اصلی مشکل بلوچستانی تها همین نازانتی و ناوانگی هند هم مردینانی تها و هم جنین چوکانی تها و آیانی که پا وانگ و دربرگ و پا دانشگاه رسند چه 100 نفر پا 10 نفر نرسید. ای هم جنین چوک شاملند و هم مردین چوک پا حساب کودکاریا و ناندراریا پاوتی لوگه و هم چوکان جنین چوکان همشی که دولت قانون انتها پایانی بانداتا هیچ گندگ نبوده و هم پتومات میاریگن که آیانوتی جنین چوکانی آینده و بانداتا هیچ نچارگن گو حساب آیانی وانگ تها کوتاهی بیت و هنچوش آیانی زوتین سیر سانگدهیگ واسطه آیانی هدف و واحدی که آیانه هست که دکتر و مهندس ببند و پا وتی بلوچ باندات چاگرد و جامعه دردوار ببند چا وتی آرزو محروم بند. بله با وجود اشی ما گندین که می جنین زالان آجاهانی که دولتی کار و منصبان نهند تو چوک شورای تها و شهرداریانی تها که آیانی وتی اختیار تهایند پا وتی توانا و جهدا پا شورای ریاست رستگان پا شهرداری رستگان و ای دابا و تا اجتماعی تها پیش دارگند که آیا هم توانند مردینانی دابا هم جهد بکنند هم پا بلوچ چاگرد جامعه توسعه بیارند. مهربانی زندگ باته و یکی چه جستم ایشن که بازن زانتکار و جوزگارم باشن که به هر حال
هم مذهب و اکثرا کشی که بنیادگرایی یعنی که دوره گشتر بیت تا که مثلا بعد از سال 2000 تا مثلا 2010 چرند برال بنیادگرایی بازی رشدی بیت تا پاکستان و افغانستان و برال ما همسایگی جامعه آن تا و تأثیری هم اثر اشتک و بازی جودکاری باشند که مذهب هم تأثیر بیت مخصوصا چند همسری و کودک همسری سرا یه جستا ما پیسر بانو که مهرنوش جست کنه و همی جستا شما واجه مولازایی هم جست کنه که شما را بازی وادی برال فعالیت هم ملی بیته و هم مذهبی و رابطه نزدیکتر شما را گو فعالین مذهبی هم بیته شما پدا جواب در ادامه 100% ده و بانوک مرنوش شما حالا این مسئله مثلا چطوری مذهب گو ما سنت و فرهنگ بلوچ تاثیر این مسئله سر چی چو بیته هم به نظر مذهب خیلی تاثیرش بلوچ فرهنگت و بین نهایت حتی همه چند همسری کودک همسری موچ بره گردیش همه مذهبی که انون هست و همش تشویق کنن که مثلا جنکوان سن کمت گستین نزنین چون جنگ گفتن و اش واقعا به نظر تاثیر اصلی که تانین گوشین اشته مذهبه و فرهنگ خیلی گو مذهب گفتن قاطی کردن چون بلوچ فرهنگ همسی چیز در گذشته نبوده و یعنی همچین شایسته و ندیستن کارا ولی خب انون به نظر مذهب واقعا تاثیر منفی اشته و به نظر باید یک فرهنگ و مذهبش هم جتا کنن و این مسائل نباید با هم خراب کنن که فرهنگ بلوچی شبین بروتو و یک فرهنگ عربی به وجود بید چون درستش همه فرهنگ نمان. سلامت باته بانوک مرنوش و واجه ملاحظه شما چی باشد؟ البته بلوچ هم بازی هم وادیند که مسلمانند و البته من وقتی نظر شخصیه باشه اشین که آیا مثلا اشین که ما شما فرهنگ بلوچ ها یعنی 50 سال 100 سال بانوک مرنوش منظورند یا مثلا پیسر چه هزاره و 1000 و 2000 سال بله در ادامه پدا ما شما را حتما این موضوع باری هم جز کنیم واجه ملاحظه شما بفرمایید. منی حیالا ما اگر دین و مذهبی که ما را هست عربی ملکا هم هست بله ما گندین که آیانی جنین چوک وانگن در برگن مردینانی دابا اداریان دانشگاهان روند و هنچوک میسارا امیری هم توانتا که یک رتبه بالایی در اماراتی ملکان ببید ما توانی همه کار وقتی ملکان بکنیم و مذهبی عقیدیان اگر شهر بچاره بازی مسائلی هست که مذهبی اصولی تها نیستن بله جایز زانک بوده در صورتی که در باره جنینان گوشر بوده و الله تعدلو فواهدتن و اگر نتوانی عدالت بکنید نباید یکی گشتر ازدواج بکنید. البته منظور که عدالت هم اگر توضیح بده ما نتوار بیم. این جمهوری اسلامی قانونی تاها مردم یک چوکی ناندات نکند یک لوگی و خانومی نتواند نان بدن پا همه یکین چوکا و یکین لوگیگا منطقه چه برسی بشی که گشتر آیان لوٹن جان بگرند که ایشی بر عدالت نهند و یه بوگی کاری نهند در بلوچستان تا واجه ملاحظه منظور چه عدالت اگر بیت میواسطه توضیح بده که عدالت در چند همسری آیا شما عدالت فقط که مادی و لوگ و گس و نان و سفره تعبیر کنگاه یا عدالت مثلا از نظر انسانی یا کرامت انسانی یا بهرحال چیزی به نام عدالت در چند همسری حداقل سازمان ملل و منشور جهانی حقوق بشر تو که نهایت که چوشن چیزی بله تمام چیزی که برای ایشی که با یک جنینی اگر مهر محبت هست مهر محبت مثلا زندگی مثلا و لوگداری و تربیت چوکانی هم ذمه‌واریند ای اگر چند دستگی و چند جاهی ببید حتما یک جاهی نارضایی پیدا بید و باعث بید که آجنین و آچوک چه مهر محبت چه اقتصاد هم بی بهر ببند
و مردین په یک نیمگی کش بوارد و یکی نیمگا توجه بکند و دومی نیمگا توجه مکند آیه بازی حق و بالی انسانی هم آیه ذمه و گردنا بیت و هم نتواند ای حقوقا هم چوکانی و هم جنینانی آبتواند با مساوی حسابا دیگو بند تو چارگو بند. منتوار چه شما برای بحث جالب اینجا یاد کرده است بانوک مرنوش واجه ملاحظه باشه که عدالت اگر رعایت ببید یه چیز مشکلی نیست. حالا شما نظرش اینه که یه مسئله تا چه اندازه تاثیر است که عدالت از نظر شما در چند همسری اصلا چیزی به نام عدالت است یا که شما مثلا اساسا یه چیز با توجه بشه که شما سازمان هم اعلام کنه که طبق خواسته هایی که منشور جهانی و بشر سازمان ملل هستند و تیلوتا دیما بارد طبق نی جنده عقیده و نی سازمانی که انون فعالیت دارن اما اصلا این به عقیده اما رد کنن و اصلا قبول ندارن اما اشترا چون اصلا نبید همچی چیزی و نیجم به عنوان یک جنه زک هیچ وقت نتوانه ایسا بپذیره هرچین که مردن زک لوتی عدالت رعایت کرد چون به نظر جسارش بحث لوگداری و خیلی چیزای دیگه بحث احساسی است یک مرد وقتی دل به چون جا تقسیم کن خب به نظر همچین عدالت وجود نداره و خیلی مسائل دیگه و اصلا همچین چیز گوی شرایط اقتصادی که دنیای هست و شرایط جامعه که انو ما دارم به این که مشکلات اصلا عدالت نتوان اجرا بی واقعا سکن پا مردن زگم سکن و پا جنین زگم و پای زگن همچنین سکن یک مردن زگتوان در طول روز به چه جنین زگا بروز کردن یا به چون زگا بروز کردن یکم غیر منطقیه و من اصلا قبول نداریم و اسلام شاید خوب بید خیلی خوبی های دیگه شاید داشته بید ولی پچه اما فکوس کنم فقط همه چون جنگفتن و کودک همسری سره پچه اما فکوس نکنن که به قول مثلا اسلام جنده که خدیجه حضرت محمد جمع بوده تاجر بوده نزانین کار کرده خیلی چیزای دیگه پچه همه جنین زگ آکارانه مکنن پچه پیشرفت مکنن اما به جای به فکر چون جنگفتن بیان تو الان جنبه های دیگه فکر کنم من نشه اسلام بدن خوبی شاید داشته بید ولی به نظر اما نباید خیلی اوتی فرهنگ مذهب قاطی کنن فرهنگ یک پروسه بحث جدایی داری و مذهب چیز جدایی نباید ادوکن با هم یک کنن که مشکلات به وجود بیاد منتوار چه شما البته ما بلوچا سک باز بعدین از اینکه 1000 ساله به مسلمان بیتیم و پیش چه که جمهوری اسلامی حکومت به ایران تو که و که ما رو پاک مشکل دار بدم من فکر نکنم که اسلام بلوچ تاریخ تو که مشکل هیچ وقت به بلوچ جور نکوته البته این انگی زمانه که به هر حال افراطگرایی هم آد که بعد چه انقلاب خمینی یا یک افراطگرایی شروع بید که انی مشروم همسایگی ملکان به هر حال پاک و تا جمهوری اسلامی و خلافت اسلامی زاند اشان درست هم مشکل بند با توجه بهش که طالبان انیاد که افغانستان تو که و ایشی هم 100% بلوچستان جامعه سره و بلوچستان جنین سره هم تاثیر است و بلوچان یک باری هم افغانستان تو که هستند واجه ملاحظه شما میواسطه بگوشید که یه مسئله شما چطور زانه مسئله که طالبان که تأثیری که مجموع جامعه سر ایرکند به نظر شما تا چه اندازه توانی تأثیر گذار ببید؟ بله اولا من تصحیح بکنم که من نگوشت که اگر عدالت ببید هم دو همسری و چند همسری جایزند من معتقد به مسئله نه هم اما شما دیدگاه جامعه بلوچستان جزکوت من از دیدگاه چیزی که در جامعه بلوچستان هست گوشتم و مثال هم جد که کشورهای عربی با توجه به که همه مسلمانند و همه مذهب دارند در او دا هم ما چند همسری کم بگندین و در او دا هم گندین جنین چوکان برابر گو مردینان
ادارهانی تها کار کنند تو دولتی عقده‌دار و ذمه‌وارند و باز کم درکپید که ودا چند همسری ببید حداقل عربی ملکان که می بلوچستان مردمان ودا سلام علیک و رفت آمد هست. و اما در ارتباط با مسئله همسایگان و آیانی اثر، برحال طالبان تأثیری از پاکستان در افغانستان یه چیز جدیدی نه و ما سالها سال که با پاکستانی هم همساهگین که آیان هم دیدگاه های ممکن افراطی ببید. اما در بلوچستان با توجه بشی که مذهب احناف تا بوته در بلوچستان یک روش معتدلی در بلوچستان همیشه بودگی، چه پاکستان ببید یا افغانستان ببید، مردم بلوچ یک روش معتدلی در بلوچستانش بوده از لحاظ دینی و ایشی که هنوز طالبان یا حتی طالبان توانند در ادا تاثیر بلند. گشتر از طالبان ما در طالبان جمهوری اسلامی هم به نحوی گندیم که آیا هم در ادا به یک نوعی طالبان شیعی هستند. از لحاظ سیاسی و مسائل دیگر ممکنه تأثیر گذار بند، ولی از لحاظ مذهبی آیا چیز اضافه نیارتگ یک تحول تازه‌ای که در افغانستان آیا بتوانند در اداره کشور یا در امور اجتماعی کامیاب ببند که بلوچه های ما بتوانند از آیان تقلید بکنن یا یاد بگیرن. بلکه هنچو که جمهوری اسلامی 43 سال یحته با شعار سیاست ما عین دیانت ما و در این 43 سال هم از دیانت ناتوان بوده هم از سیاست و باعث دین گریزی و دین ستیزی جوانان شیعه در ایران بوده. ما اشیا در افغانستان هم ممکنه شاهد ببین که اگر طالب متوان اجتماع افغانستان پوشی اداره بکند و حقوق زنان و کودکان و ملیت های مختلف ودا بدند، باند هم همچون که جمهوری اسلامی پیما ناتوان و ناکام بید. پس چی نه الگوی مناسبی برای مردم بلوچستان که بانداتی لوٹند و وتی ملکا لوٹند ارد بکنند در یک جامعه فدرالی، یک جامعه بهتری. من فکر کنم که این الگوها حتما گچین نکنند. منتوار شما و شک ما بانوک مهرنوشا چه آخری سوالا هم پرسین و بعد مسئله اما گزارش نقض حقوق بشری که سالانه کمپین فعالین بلوچ منتشر کتا سال 2021 که گون واجه ملاحظه‌ای پدا امرابین و گزارش باری عبر کنیم. بانوک مهرنوش منتوار شما که مرچی برنامه آد که و شما من واسطه بگوشه که شما برای یه فعالیتی که یعنی شروع کردین سازمان صدای زنان بلوچ و اشیاء که شما برای شما اولی برنامه و هدف چیه که این وقت سالا شما گون 2022 گون وقتی سازمان کار شروع کردن 2022 برنامه هم وقتی که بگوشه تو ما امیدواریم شما و شما سازمان هم با کامیابی و وشی و جنینانی آزادی و واتمستریه و همزمان بلوچ پاکین بلوچ معلوک چه مردین چه جنین درست وقتی واتمستریه برسند. منتوار. اما امسال 2021 یعنی گوسته کنم 22 همه برنامه هستن که برابری حقوق بید، فرهنگ سازی بید و سنت مرد سالاری برکنار برود و همچنین جنزک به لحاظ پیشرفت بی یعنی تحصیلی بی کار بی خیلی چیزای دیگه مثل گذشته که جنزکش مثلا بلوچن جنزک مردن زگه برابر هستن تمام چیزه چه کار بی چه جنگ بی مبارزه بی امرار معاش بی تمام چیزه تا یکسان هستن پدی با حالت برگردم و رو به دیما پیشرفت کنن. یکیش همه اهداف سازمان برنامه همه هست و همچنین دیگه خیلی مسائل دیگه است که ریز بریز بید و در مورد
بیشتر جنین زگن هست که عملوتن گیرن و پایمال مبی مثل قبل. ورچه شما مهربانی که ما دیوان شما برزورد شما روچوش باد واجه ملازی ما شما ادامه دین در مورد گزارشی که کمپین فعالین بلوچ منتشر کتگ و یه گزارش به هر حال بازی مسائل نقض حقوق بشر باره گپ جنگ بیته مسائلی که سرکوب سوخت بران فعالان سیاسی و عقیدتی و بازی مسائل دیگه ما پیسر چه هر چیزیه بلوچ زندانیان سیاسی باره چه شما رو جز کنیم و واجه مولانا کوی صاحب که یعنی بازی وادی زندان بندید که شما به هر حال ایشی مسئله و موضوع دنبال کتگ و مولوی کوی باره و دیگه عادی زندانی سیاسیان باره میواسطه توضیح بده. من هم کلیتی در مورد حقوق بشر در بلوچستان گوشان تنها جنینان نه بلکه بحث حقوق بشر در بلوچستان یک امر ضروریه که ما باید گشتر ای باره کار بکنیم پرچه که آدگه قومان و ملیتان باز دیما شدگند و تی نقض حقوق بشر را فوراً گزارش دیند و سالانه گزارشان روگند و از زمانی که شما فرمایش کت هم کمپین فعالین بلوچ هم در تمام ابعاد حقوق بشری حقوق سیاسی اجتماعی حقوق کودک زنان و همچوش بازداشتیان اعدامیان حقوق عقیدتی مذهبی تمام ابعاد کار کنگین و چارگین و تمام امور نقض به حقوق بشر جمع آوری کند و گزارش های دقیق موثقی و آیانا به مجامع بین المللی حقوق بشری بین المللی دیم دیگند همچوش یه دیگه سازمان های حقوق بشری بلوچی که فعالند آیا هم یک کار کنگند گویی حسابه که ما یک ملیتی هستیم بلوچ هم از لحاظ مذهبی، سیاسی، زبانی، قومی و توسعه‌ای در شی که ما از لحاظ فقر، گرانی، بیکاری، عدم توسعه یافتگی 43 ساله از همه ابعاد حقوق بشری ما در مشکلیم و این بحث دنبال بوگند گو همچون که شما اشاره کد کمپین فعالین بلوچ یک نمونه گچین کتا چه 11 دی ماه 1399 تا 11 دی ماه 1400 در این مقایسه و آماری تها نمودار تها گندگ بوده که نسبت به سال گذشته نقض حقوق بشر در بحث کودکان، زنان، زندانیان و این مسائل گشتر بوده بحث اعدام ها گشتر بوده سرکوب مذهبی گشتر بوده تمام این موارد به نسبت سال گذشته گشتر بوده و هنچوش گو این حسابا که با تغییر یک رئیس جمهور تندرو و کندرو میان رو با یک مدیر دستگاه قضایی از آقای رئیسی به یک شخص دیگر و تایشی نشان بدن که قاطع عمل کن تمام وتی قاطعیت ها در سرکوب ملیت ها و از جمله بلوچ نشان دادند چارند که اعدام ها هنوز زیاد بودن در بلوچستان ایشی در واقع لوچید که برای ایشی سرپوشی در مقابل وتی کمکاری های جمهوری اسلامی و ظلم و نقض حقوق بشری که کتگی در بحث کار و مسائل حق سیاسی، حق مذهبی و حقوق اجتماعی و مسائل پیشرفت اجتماعی کار در بلوچستان اشانه به صورت سرکوب نشان دادن تا جایی که ما گنده خانم مولاوردی در 2016 گوشید ما در روستاهایی در اطراف زاهدان داریم که 100% مردان آن اعدام شدند. ما همیشه گنده که این منطقه شروع در منطقه کبخشان که هنو پدا با رئیس آقای رئیسی آیگا و رئیس جدید شورای قضایی در او عملیات انجام بوگند و مردمان به ناحق با توپ و توپخانه بمباران بوگند کشک بوگند زندان بوگند و بخشی از سیادانشا که در زندان هستن و سالهای قبل حکم قضاییش گرفته ما چاریم به بهانه های مواد مخدر یا فلان آیا هم زندان کنک بودن. بعد از جریان آقای شهبخش در نرماشیر
و ادامه آیین در منطقه شروع زاهدان ما گندیم که با وجود لشکر سنگینی که در نرمانشیر و شورویه دولت ناتوان بود و تلفات بازی نداتی و این تلفات جبران کند با زندانی هایی که از قبل حکمش گرفته در زندان های بلوچستان یا شهرستان های دیگر. هماپیمی که ما دید آقای مرزیه در چندین سال قبل با اقدامات مسلحانه که در مرز بین دو طرف نیروهای بلوچ و نیروهای دولتی ایران انجام گرفت، بازین دولتی کشک بود، آقای مرزی وقتی اعلام کرد که ما به تلافی ما 16 نفر و در شهرستان ها چند نفر در حدود 23 نفر به تلافی با اقرار یک داستان نظام اسلامی اعلام بود که ما شان به تلافی اعدام کنیم. پس ما هنو هم نتیجه گیریم و با وجود این جریانات و زهرچشمه ها از گمان برین که این زندانیان اعدام ها یک نوع اعدام های چشم زهری هستند یا تلافی و ناکامی های آیان در جاهایی که نتوان تگش خوب عمل بکنند و وقتی مقصد برسند. منتوار چه شما برایش گزارش کامله چه درگیری اخیر هم شما دست داد. بله شما ما رو باشید درگیری اخیری که کورین بین طایفه شهبخش و حکومت ایران برال بیت و بازی بلوچی هم کشک بیت و بازی چه نظامیان ایرانی حکومت هم جنگ بیتم برای یه شهبخشان کیتند و چی واسطه حکومت گو شهبخشان وارد جنگ بیت؟ البته شهبخشان یک قوم دلاوری از ملت بلوچند، شان سابقه های بسیاری در تاریخ بلوچستان هست، از جمله دلاوری هایی که در موقعی که انگلیس به بلوچستان حمله کته یک مدافعان نامآوری هستند که تاریخ شیعه ذکر کند و عباره‌ای نوشته و یک زمانی هم در حکومت پهلوی اول و دومشان به همین هم تناسب حقوق اجتماعی و محلیش لوٹید که شام تبعید کرده بودن به مراکزی مثل شیراز و فارس. شاه اسماعیل زئی هستند و از موقعی که لوٹتن با ایشان آشتی بکنند و شانا دعوت به آشتی بکنند شانش گذشت که از محکومیت ها و از اسماعیل زئی به نام شهبخش معروف بودند و شهبخشان در اطراف زاهدان و دیگر مناطق بلوچستان زند گوازی نگند و آیان زند از طریق دامبداری و کشاورزی و مردمانی هستند که زور تحمل نکنند، زور نسگند و گاهی موقع ما گندید که شان با برخورد روبرو بند. بحث قاچاق و مسائل اشراریت شان اصلا اشراریت با که شان چنان تضادی با قومهای دیگر بلوچ ندارن. بحث مواد مخدر که دولت وقت به نحو بزرگی مافیای قدرت درود انجام بوگند از مرز افغانستان و پاکستان به مرزهای مثل دریایی و مرزهای کشورهای دیگه به صورت کانتینرهای پلم شده وقت انجام بوگند و این مسائل قابل توجیه نهند که مردم بلوچ قاچاقچی و قاچاق فروشه و اگر هم مسائلی هست با توجه به قانون جدید مواد مخدری که تصویب بوده در ایران شان در حد اعدام نهند و چرا دولت فقط این قوم شهبخش و بلوچان اعدام کن. گشتر همشیند که شاه هم از قوم آقای اسماعیل زئی مولانا عبدالحمید هستند و اگر احساس خطری دولت از ناحیه روحانیون و مردم در بلوچستان کن و احتمال دارن که شان پشت برای مذهب بلوچستان یا روحانیت هسته به این نحو هم یک سرکوبی کنگه وگرنه شان از حقوق ود دفاع کنگند و یک بخشی هم تلافی و انتقام شانی مردینان کشک بودند شانی براتی در نرمانشیر کشک بوده و ماچاری همی خانواده مردمان در شروع هم محاصره و شناسایی و بدون اینکه یه اقدام پیش دستانه بکنن و کسی ها
با کسی درگیری ببند در اودا با حمله مهپادی یا توپخانه‌ای روبرو بند، کشک بند. ما همین مسئله برای تمام اقوامی که در بلوچستان هستند و ظلم نساگند توانی قیاس بکنی که به همین نحوه مسائل امنیتی، مسائل سیاسی، اقتصادی، مذهبی و ترس حکومت از منطقه و مردم فعال و زرنگ منطقه باعث سرکوبان بوده. منت شما با توجه به اینکه شما را بازین سال بلوچی زبان و افس بیاگا و دو ربیده باره بازین فعالیتی بیته ما شما را زبان بلوچی باره هم ما را جست هستیم و یک باره چه برنامه ما مرچگن البته یه بابت اختصاص بدهیم. اشنه که زبان بلوچی یعنی چه مرحله تو که چه ساعتی تو که آیا مثلا خطراتی که واسه سالان گذشته که زبان بلوچی امکانه تا چند سال آینده نابود ببید حتی آیا انی خطر شما رفع کردن شما که فعالیت کنگاهی اوضاع تو که یا نه دنینگا خطر زبان بلوچی تعدید کنگیم و اصلا پرچه جمهوری اسلامی حکومت ایران زبان بلوچی و یه دیگه ملیتان زبان مثل کردی و عربی و ترکی و یه دیگه زبانا وقتی واسطه و وقتی تمامیت ارضی واسطه خطری زاد بلوچی میوتی شهدین زبانند، بلوچی چپت و ماتا نشانند. بلوچی یکی از حقوق اساسی مردم بلوچند و کودک بلوچند که باید پوتی ماتی زبانا خبر بکند، درس بوانید و وتی ماحول تها وانگو در برک پا زبان بلوچی ببید و چیزی که ما گندین در دنیای تها که یه حق و حقوق دیگ بید و جایانی که بلوچان مهاجرت کنند بلوچ چوکانا و دا وتی ماتی زبان وانگو در برگ حق و استاد و وانوک در بروک دیگ بید. اما جمهوری اسلامی تها چه گوستگی حکومتان تا هنو یک زبان، یک ملت، یک پرچم حسابا که یک دست ببن پارسی زبان باعث بوده که بلوچی زبان جهل برود. رادیو، تلویزیون، گوانکو و مسائل و درس دیگ تعلیم مدرسیانی تهاشی هم سبب بوده که بلوچ و قوتی زبانا بشموشید و هاوشی یک خطری بوتگ و هنگت هستند که اگر بلوچ چوک وانگو در برگا مزانت و باندات پوشی زبان مشکلات دیم پدیم بیت. اگر هنوگین وحدا ما بچاریم که اگر منی پت زبان و منی زبان و منی چوکانی زبان تها یکی گندگی بیت گوڑا ما امیدواریم و امید کنیم که می زبان دیمار رو وگند. بل اگر گندین که پکاییم بلوچی گوستگیرانی تهند و منی زبان گو فارسی عربی هورت هورند و چوکانی زبان گیشتر لحظه و ممکنه بلوچی هبر مکن گوڑیشی مزنین بجنیتو مزنین نگرانی پا بلوچی زبانا ایرکند. بله گو هنوگین وحدا که بلوچی باز وانگو در برگ بیت نویسگ بیت هنو بازین کتابی ماهتاکی روشتاکی سالتاکی پا بلوچی زبانا هست و هنو فضای مجازی و انترنت شانی لک پرکنگ و ایرکنگ یا شانی شنگ و شانکنگ فضای مجازی تها یا تعلیم دیگ چه دورین راهان با یک واتساپی و تلگرامی تها یا یک تیوی تها این سبب بند که یک دو قدم بلوچی بهتر ببید هنو چه گوستگین تیما بهتر بوده و هنچوش یک جهانی هستند که این زموارن بلوچی زبان دیمروی واسطه لگ نبید اجازت دیگ نبید ملکانی تها ایرانی تها یه وقت یک سیاسی خبری هنچو که مواد دیوان مولی عبدالله روانبودا گردآوری کتگو لورت چاپی کنی مسائل در ملک تها مشکل بوده و این کتاب ما امارات متحده تها چاپ کتا که او دا اجازه و چی دیگ نبوده. بله می بلوچستان دیم در روش درات نیمگا ما چارین که آیام
وتی زوراکان ما نیارتگند بلوچی زبان باز دیما شده پد شه در بر جهان و دانشگاهان رسته بلوچی لیسانس دکتر دیگین و مهمترش این که در غربی ملکان هنچو که سوئد دانشگاه آبسالا بانو کارینای جهانی رئیس بخش زبانهای ایرانی تها و در زبان کردی، فارسی، بلوچی و دیگه زبانانی باره یا پژوهش و فعالیت کنگند یه باره کار کنگند که بلوچی پیدا چه وحدی بانو که 5 و 10 و گشتر کنفرانس گفته و بازین چه استادان بلوچی و دا یحتگند پا بلوچی زبان بهتر بوگا که شیکه الفبا و آب یکی ببند بلوچی زبان رهبند و نویسگ و دستور یکی ببید و هر دوی بلوچستان هر سه بلوچستان شمالی روجدرهت و روچننده شانی دستوری لحاظا دمروی یک رهبندی که چین بکنند زحمت کشگن و هم دیکشنری نویسگ بوده هم کتاب دستور زبانی نویسگ بوده اشان کمک کنگند و هنچوش واتساپی وانگ در برگی هم ارد بوده و باید گشتر ارد ببید تمامشان که ما گندین یک جا سرجم بند و آدگه بلوچانی که می ود کار کنند تنها کار کنند ما گندیم که بلوچستان زبان دیم پا مرگا نهند هنچوش که زبان شناسان گوشند گشت 4000 زبان هست و بلکه روچی یک زبان یا چون زبان مرگند تو در حال مرگند بله آم پختگی و آ پهنات و دراجی که زبان بلوچی تو که هستند و دایره لغاتی که ایشی نه تنها تواند که فارسی یا لغت بدند یا وتی همسایگان لغت بدند ایشی لغت و اقال سرجم بودتگن و هستند بلوچی نمیرید بلوچی مانو کند و بلوچی همیشه مانید بله ما نباید فراموش و بیخیال بکنیم که بلوچ چوکان باید لوگا اگر هر کجا هستند اگر در وتی ملک تهایند در ملک هایند لوگه خبر لوگه زبان باید پتی و ماتی زبان ببید بلوچی ببید اگر دن نکاری کنند هیچ هم پرواه نیستند که هر مردمی و هر چوکی توانت 5-6 زبان یاد بگیرید توانند وتی بلوچی هم بزانند و فارسی هم بزانند و انگلیسی و دنیای دیگه زبانان زندگی هم بزانند که بتوانند با تکنولوژی وتی پیشرفت ملک بتوانند کار یاد بگیرند تخصص یاد بگیرند و بلوچستان توسعه بدهند. منتوار چه شما می‌واستگان بیت کوتاه توضیح بدید که ایران حکومت پرچه ملیت آن زبان یک تهدیدی پر تمامیت ارضی حساب کنند در حالی که یه ملیت آن زبان نه تنها تعدیدی پا دیگرانه چه که یه لوٹن وتی زبان مادری ها پا وطا و وتی فرهنگ و وتی ملت ها حفظ بکنن بله حکومت مرکزی یه چیزا یک تعدید زند و حتی اپوزیسیون یک بحری هم زبان مادری ها ملیت ها ایران تو که تعدید زند پرچه علت چیه؟ یک بحری شیند که شما دولت نام گفت و یا بحری اپوزیسیون دولت به هر حال چه گوستگین حکومت ها همه پیم که مگوشت ها یعنی سیاست یک ملت یک زبان و یک پرچم و یک روش سیاسی حکومتی بوده آوهدی هم اجازه دیگ نبوده که زبان بلوچی یاد بگیرید یا بلوچ چوک یا مناطق مثل بلوچستان ما گندین که رشته های علوم تجربی ریاضی کمند اما رشته زبان و ادبیات فارسی تا سال 60 که پیسرگی حکومت حساب ما بچاره یکی از رشته هم بوده که بلی بلوچوکا هم زبان فارسی برای یاد بگیرن و کمتر به زبان بلوچی ها خبر بکنن تو وانگو در برگش ببیته در جمهوری اسلامی تا هم آگنده موقعی که قانون اساسی ارد بود و آقای مولانا عبدالعزیز و میر مراد زهی در قانون اساسی تصویب و حاضرتند و در بحث زبان بلوچی آیان گپ کد به این بحث رستن که آموزش به زبان مادری آموزش به زبان بلوچی
هنچوش که آدگه کوم آموزش به زبان کردی و آذری و عربی آیا هم لوچک بوده شان لوچته، اما یک فریب سیاسی و یک زرنگی سیاسی از ناحیه آقای بهشتی و دیگر قانون گذاران فقط به این مسئله رسته آموزش زبان بلوچی آزاد است یا آموزش زبان مادری آزاد است که ایشی متعهد نکن دولتا که بودجه بدن، مطالعات بدند و یا یک بحث خاصی از دبیران آموزش این زبان مادری ببید و بتوانند آموزش بدهند. اما در بحث اپوزیسیون اگر بعضی از ایرانیستا آیان لوتند که به عنوان زبان رابط اشیا هم به عنوان هنگت به عنوان زبان فارسی تاکید بکنن، ما گندید در مقابل آیان فدرال خواهان ایرانی، آزادی خواهان بلوچ و فدرال خواهان بلوچ و آزادی خواهان بلوچ شان تاکید بر زبان بلوچی کنند و بعضی از فدرال خواهان حتی خواهان زبان رابط انگلیسی هستند به جایی که تبعیض گذشته جبران بکنند و به عنوان زبان رابط زبان انگلیسی به عنوان یک زبان رابطی ببی و تمام ملت ها و ملیت های ایرانی، بلوچ، کرد، ترک، عرب با زبان مادری و آموزش به زبان مادری بیت و یک بودجه مثل بودجه که میلیاردها برای حوزه علمیه قم دیگه بیت که برباد فنای روته، اما به زبانهای محلی آموزش آیا هیچ چیزی تا اختصاص دیگه نبید. باید هم در نظر گرفت بید که از لحاظ دانشگاهی و از لحاظ دولتی در هر دولت آینده که بلوچ با آیی موافقت بکنه در حکومت سیاسی آینده یکی از مسائل زبان بلوچی و فرهنگ و سنن بلوچی، آزادی و توسعه بلوچستان و برخورداری بلوچ از تمام قدرتی که هر کدام از قومهای و اقوام و ملت‌هایی که در ایران هستند به طور مساوی بدون تبعیض از تمام حقوق و مزایا از جمله زبانی برخوردار بید. منتوار چه شما واجه ملازعی شما و پاکین فعالینی که بلوچی زبان واسطه فعالیت کنگام شما جود واقعی ستا کرزند. فقط یک مسئله چه گوستگیم به اساس جنین آنیگم که منطقه وقت تمام بیت برال ما آباس ادامه نداد. انی ما پیسر چه خداحافظی آباس یک اشاره کنه چه که شما با نوک ساره امیری مثال جد امارات تو که و شما امارات و کشورهای عربی هم یک نمونه پاش که جنینانی عدالت و حقوق رعایت ببید. البته ما ایشی هم مشموشه که امارات حاکما بازین جنیه گتا و 38 39 چوکی هستیم. من فقط دوتا این موضوع یک اشاره بکنم. اگر شما را گپ ابره پا بیننده و برنامه چهارگاه هستیم بگوشه و ما شما به پایان برنامه رسیدیم. منتوار. این پردتها من یک مثال یارت از امارات واقعا من امارات بودتگم یا اینکه هستم بله ایشین که امارات من دیسته در 10-15 سال تاها آزادی مساوی هستین جنین مردینا در تحصیلات وانک فعالیت اقتصادی تجاری فعالیت های خصوصی دولتی و از جمله پیشرفت علمی لحتی پدا چاره جنینان دیماترند و آیانی قانونانی تها و هنو امارات در سال 2022 یک قانونی تصویب کرد در مسئله بحث حقوق بشر و اقوام که در آیی تها یعنی مسائلی مثل دیانت آزادند، فعالیت های مذهبی تمام کسانی که در حدود 150 تا 200 ملیتن در امارات زندگازینن کار کنن آزادند. توهین به هر کدام از این ملیت ها و اشخاص ممنوع، جرم و زندانی هست. و البته من نلوتم که فقط از امارات تعریف کنم، فقط یک شناختی که من هست با این بحث جدیدی که در امارات اگر اشاره ببینید یک اعلامیه 40 ماده‌ای یک قانونهای تصویب بوده که بحث بسیاری هم برای کارگران، زنان و تمامشان
البته با وجود ایشی آیام با آوتی وابستگی های قبیله گذشته هنگات به طور کلی خداحافظی نکته و این بحث مربوط به حکمداران گذشته بوده و حکمداران جدید کمتر این مسئله تعدد زوجات تها درگیرند. زندگ باته واجه ملازی منتوار چه شما که مرچی دیوان مگه برزورد و باز واشین برنامه یه امید که شما حضوری میں استودیو هم بیاید بچه که ما را برنامه هستین که همزمان چه شما و بانو کارینا جهانی و دیگه سنگتانی که زبان بلوچی حوزه فعالیت کنگاه هم یک روچی یک برنامه بگیریم و که به صورت حضوری چه شما دعوت کنین که یه برنامه مگه بر بزیرید. منتوار چه شما بانو کو واجه منتوار چه شما که وقتی وعد اشت و مگه پتران برنامه چارید شما شب وش باد.